هی، به کانال سوئدی آسان خوش اومدین. تو درس‌های قبلی با هم ضمایر شخصی رو یاد گرفتیم و حالا میتونیم بگیم یگردلاد یا هونر لرره و خیلی چیزهای دیگه. عالیه. اما برای اینکه تو سوئد بتونیم ارتباطات بهتری داشته باشیم، باید آداب معاشرت رو هم بلد باشیم. امروز قرار 2 تا از مهمترین مهارت‌های ارتباطی رو یاد بگیریم. چطور تشکر کنیم و چطور عذرخواهی کنیم. این عبارات کلید قلب سوئدی هاست. آماده اید؟ پس شروع کنیم. اولین و ساده ترین راه برای تشکر کردن تک. مثلا تک فر یلپن، ممنون برای کمک. مثال دوم تک سو میکه، به معنی خیلی ممنون. مثال بعدی تک سو میکه فر پرسنتن، خیلی ممنون برای هدیه. و مثال آخر تک فر ایداگ، وی سسی مورن، به معنی ممنون برای امروز، فردا میبینمت. در ضمن ایداگ به معنی امروز هستش. و اما برای اینکه عذرخواهی کنیم یا برای جلب توجه میگیم اورشکتا. مثلا میگیم اورشکتا. فور یاک فروگا نوکوت، ببخشید میتونم چیزی بپرسم؟ اگه اشتباهی کردید و میخواید واقعا عذرخواهی کنید، باید بگید فرلوت. مثلا فرلوت یاگ یوردت میستاگ، به معنی متاسفم، اشتباه کردم. یک بار دیگه همه با هم. Tack så mycket. Tack för idag. Ursäkta. Förlåt. عالی بود. حالا شما میتونید به سوئدی تشکر و عذرخواهی کنید. این عبارات رو تو موقعیت‌های روزمره تمرین کنید تا ملکه ذهنتون بشن. اگه این درس براتون مفید بود، لطفاً لایک کنید و کامنت بذارید. و اگه هنوز کانال سوئدی آسان رو سابسکرایب نکردید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید تا درس‌های جذاب بعدی رو از دست ندید. ویسس